بیماری شدید راههای نفس و زکام یکی از آن بیماری‌هایی میباشد که در فصل زمستان خروج میکند. متخصصان سیرایت‌شناس اطلاع میدهند که این بیماری‌ها آرزه‌های به خود خاص داشته و طبابت آن نابسته از سن و سال تنها با توصیه طبیبان باید انجام داده شود. اصلا این بیماری در سراسر جمهوری الکی مشاهده می شود. ما با قید می گیریم بسیارتر در بین نورسان و کودکان تا مکتبی، کودکان مکتبی با قید گرفته می شود. برای چی در بین کودکان این بیماری بسیار است؟ چون که اگر در یک صنفخانه یک نفر بیمار باشد می تواند از یک کودک به دیگر کودک گذرد، یا اینکه در باغچه اگر یک کودک به این بیماری گرفتار شود، چگونه گفتیم بیماری سیرایتی است، از این کودک به کودک دیگر گذشتنش ممکن است. پیشگیری به از طبابت است و جامعه شهروندی باید نسبت سلامتیشان اهمیت جدی دهند، چون که یک نفر مبتلا شده توسط هوای قطرگی، سلفه، عطسه، صحبت و غذا میتواند اطرافیان را مبتلا سازد. یا مشکل اولا در کودکان مثلا زیاد می شود که با علامت های مثلا سلفه زنی، علامت های حرارت بلند، علامت بی‌طاقتی کودک. در تعلیمگاه ها، در نزد باغچه ها مخصوص آشخانه های موجود هستند که اکثر اونها به طلبات جوابگو نیستند. یک کودک اگر از یک پیاله آب نوشد، مثال کودک دیگری تا نشستن اجازت نیست نوشیدن همون آب، لیکن بسیاری وقت گیگینه شخصی که رعایت نمی شود و کودکان از یک پیاله آب می نوشند یا از یک کاسه غذا میخورند، گزارش بیماری های سیرایتی پهن می شود در بین کودکان. واقعا بیماری های سیرایتی و غیر سیرایتی می تواند توسط غذا نیز انسان را سیرایت نماید و برای پیشگیری از بیماری های گذرنده در مؤسسه های تعلیمی و تا مکتبی باید قاعده های بهداشتی، گیگین شخصی خوانندگان و وضع سانیتری رعایت کرده شود. در اکثریت مؤسسه های تعلیمی مشاهده می گردد که حالت سانیتری در سطح پست قرار دارد. کارمندان آشخانه ها به طرز تیار نمودن خوراک به ضررگردانی ظرفها اهمیت نمی دهند و این بی پروایی ها ممکن است که کودکان را به بیماری های گوناگون به خصوص به عضوهای درونی آنها تاثیر منفی رساند. کودکانی که به بیماری های سیرایتی مخصوصا آنها می دانند که همین کودک به بیماری سیرایتی گرفتار است. سرشوی بیماری روی نفس چی است؟ اولا حرارت تا 37-37.5 می شود. الکی بیتابی در کودک مشاهده می شود. گشتن اشتها مشاهده می شود. سلفه های خشک مشاهده می شود. مادر یا اینکه همون مربیه ها، معلمانی که در مؤسسه ها هستند یا که مادران در خانه نظارت میکنند، هر یک کودکی که به بیماری روی نفس، بیماری شدید روی نفس گرفتار می شود، طول 3 روز باید در خانه نگهبانی کرده شود. بیماری زکام و شدید راههای نفس نشانه های گوناگون داشته و والدین باید به حرارت بدن کودکان اهمیت جدی دهند، چون که در بسیار حالت به فلجشوی دست و پایها و عصب برده می رساند. برای بنیاد جامعه سالم عائله باید سالم باشد و با این راه می توان دولت سالم را بنیاد نمود. کارمندان ساحه تندرستی وظیفه دارند هرچی بیشتر کارهای عامه فهمانی را در شهرک و دهات میان جامعه پرزور سازند تا اینکه بیماری های نهایت خطرناک به خصوص سیرایتی پیشگیری کرده شود. همون کودکای با آرزو با ما مواجه میکنن که همون کودکا ایمنیت یا که مسئولیتی سست ای مادر دارند. مثلا شیر مادر رو بیشتر استعمال نمودن، مثلا مسئولیت سستی ارگانیسم و در حالت گرفتاری بیماری شدید راههای نفس با آرزه های کمی هموشد وزن آورده میرسوند. کودکانی که مسئولیت خوب دارند یا اینکه شیر مادر استعمال نمودن در خورش طبیعی قرار دارند، مثلا وای کودکان که مسئولیت خوب در ارگانیسم دارند و یا بیماری شدید نفس با این بیماری اگر دچار شوند هم با آرزه های وزن دچار نمیشن. طور متخصصان سیرایت‌شناس ابراز می‌دارند بیماری شدید راههای نفس اگر که سری وقت طبابت کرده نشود با بیماری التهاب ششها به قول دیگر پنیمونیا برده میرساند.
آرزه بیماری پنیمونیا بیماری دیگری خطرناک مینینگیت می باشد. در بسیار مورد کودکان و کلانسالان با بیماری گایمریت گرفتار می شوند. به توصیه طبیبان موادهای طبی را استفاده می نمایند و طور متخصصان سیروشناس تاکید می نمایند که بیماری گایمریت نیز به مینینگیت برده می رساند. با بیماری مینینگیت اصلا نورسان گرفتار می شوند. نورسانی از 10 ساله بالا. سرشوی مینینگیت اولا ای گایمریت سر می شود. اونها وقتی که سحر آبازی میکنن، یعنی که با همون سری لوچ خودشون از زیبا میکنن میبروین، الکی سر میشود از گایمریت. وقتی که نگاه نمیکنن، طبابت نمیکنن، بسیاری وقت مراجعت میکنن فقط درد سر داره میگن. وقتی که از او پرسان میکنی از کجا سر شد، بسیاری وقت با مادراشون میوین میگن وقتی که آبازی میکند کلاه نمیموند. وقتی که کلاه نموند الکی شمال میخورد. شمال که شد به گایمریت آورده میرسوند و گایمریت بسیاری از ماها بیماری هم حساب نمیکنند. بعدا آیسته آیسته به طبابت که نمیگیرن اونها البته به مینینگیت آورده میرسند. برای پیشگیری بیماری های گوناگون همکاری کارمندان ساحه تندرستی با جامعه باید حتمی باشد. هنوز هم در اکثریت محله ها معرفت طبی و سانیتری اهالی به طلبات جوابگو نیست و فعالیت مؤسسه های تعلیمی آن آشخانه هایی که در تابعیت مؤسسه ها کاربری می نمایند باید زیر نظارت قطعی متخصصان ساحه تندرستی قرار داشته باشند. طبیبان سیروشناس شهروندان را تاکید می نمایند که به بیماری شدید راههای نفس، التهاب ششها و مینینگیت که نهایت خطرناک به سلامتی است و طبابت دوامناک صورت می گیرد اهمیت جدی دهند و نسبت کودکان خردسال که نیاز به غمخواری دارند به اعتنایی ظاهر نسازند، چون که هر یک بیماری در صورت سر وقت معالجه نکردن عارضه های وزین را به بار می آورد.